الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ابو هریره رضی الله عنه فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا يقبل الله صلاة احدكم، قبول نمی کند الله تعالی نماز یکی از شما را. اذا احدث، چه وقت قبول نمی کنه؟ وقتی که انسان بی طهارت شوه. تا چی وقت قبول نمیکنه؟ حتی یتوضأ، تا به وقتی که دوباره وضو نگیرد و تجدید وضو نکند و با وضو نماز نخواند. تا این وقت نماز از او را الله تعالی قبول نمیکند. این حدیث دلالت به این دارد که وضو در نماز شرط است. تا به وقتی که وضو نبوده باشه نماز وجود ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا يقبل الله تعالی قبول نمی کند. یعنی نماز درست نیست، نماز باطل می شود بدون وضو. از حدیث ای را هم دانسته میشه که از جمله شکننده های وضو آنچه که از وجود انسان چه از راه پس بوده باشه یا از راه پیش بوده باشه بیرون شوه، ای از جمله شکننده های وضو است. برابر است که راه پیش انسان پیشاب بوده باشه، خون بوده باشه یا زرداب بوده باشه و یا همچنان آبی ودی بوده باشه، آبی که نهایت ضعیف و نهایت باریک از وجود انسان در اثر ضعف بیرون میشه، یا آبی مزی بوده باشه، مزی آبی که در اثر شوخی انسان با همسرش از وجود انسان بیرون میشه، و به طریق اولا آب منی، یعنی آب منی امروز ازی که غسل واجب میشه وضوی انسان از بین میبرد. و همچنان آنچه که از راه پس انسان بیرون میشه برابر است که غائط بوده باشه، خون بوده باشه، زرداب بوده باشه، کرم بوده باشه، هر چی که بوده باشه از راه پس که بیرون میشه وضو را از بین میبرد. از حدیثی را هم دانسته میشه که حدث گاهی حدثی اکبر است و گاهی حدثی اصغر. وقتی که حدثی اصغر شکننده وضو بوده باشه، حدثی اکبر به طریق اولا. حدثی اکبر مانند منی که از وجود انسان بیرون میشه، چی از راه یک جا شدن با همسر و چی از راهی که انسان به دستش منی خود بیرون میکنه یا برای دیگری، به طریق اولا همراه ازی که غسل بالای انسان واجب میشه وضو انسان حتمی از بین میبره به طریق اولا. و همچنان حدثی اکبر برای زنها وقتی که خون نفاس پیش می آید و ماهواری سرشان می آید، اینها شکننده وضو به طریق اولاست. همراه ازی که غسل برای از اینها بعد از گذشتن عده سرشان واجب است، وضوشان هم همون لحظه از بین می رود. از حدیث ای را هم دانسته میشه که وقتی که نماز هیچ نمازی بدون وضو قبول نیست. برابر است که نمازی فرض بوده باشه یا نمازی نفل، در هر نمازی باید انسان وضو بگیرد و بدون وضو هیچ نمازی قبول نمی شود. و حتی نمازی جنازه هم بوده باشه، نمازی کسوف یعنی برای گرفتن آفتاب یا مهتاب که میخوانند ای بوده باشه، یا نمازهای دیگر، هیچ نمازی بدون وضو اصلا درست نیست.